مفتی مسلمانان تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده میگوید به خاطر آرامی ساکنان کشور آماده است از سمت خود برکنار شود. چنین واکنش رهبر مسلمانان تاجیکستان در پی پیشنهاد کمیته دینی کشور درباره برکناری امام خطیبان در خارج کشور تحصیل کرده ارائه شد. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان 2 نوامبر در شرح پیشنهاد کمیته کارهای دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی تاجیکستان برای برکناری خادمان دینی که در خارج کشور تحصیل کرده اند گفت اگر مقصد این پیشنهاد شخصا خودش باشد و آماده است از سمتش کنار برود. جناب عبدالقادرزاده چنین پیشنهاد کمیته دین را سریع می‌داند. مفتی مسلمانان تاجیکستان در صحبت تلفنی که روز 2 نوامبر با رادیو آزادی داشت به سوال اینکه در صورتی از مقام رفتن تحصیل کرده های مکتب های خارجی دینی با خود او که در پاکستان خوانده است چی می شود گفت آسودگی من و عبادت با حضور دین من در آرامی کشور من است. از همین نقطه نظر من بگذار اگر که بالای من هم این قرار قبول شود، این قرار اگر جاری شود، من حاضر هستم به خاطر آرامی کشورم و آسودگی ملت مسلمانم، یعنی از این منصب و از این وظیفه دست بکشم. مشکلی نیست، مسئله سر شخصیت ها نیست. این صحبت ها در حالی است که روز 2 نوامبر افشین مقیم سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت روز 28 اکتبر قرار نو این نهاد با امضای معاون اول رئیس امیربک بگنظرov صادر شده است. با گفته وی در این قرار با در نظر داشت چند حالت آشکار شده عضویت امام خطیبان در رویه‌های ممنوع مذهبی پیشنهاد شده است که این نفران از سمت‌های خود برکنار و به جای آنها شخصان سزاوار انتخاب شوند. در نسخه برقه تلفنی کمیته دین بر ریاست‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت‌های سغد و ختلان، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری که دسترسی سامانه‌های اینترنتی شد، کمیته به نهادهای زیرتابع خود 2 هفته مهلت داده است که آن خادمان دین که در بیرون از تاجیکستان تحصیل کرده‌اند از مقام‌هایشان در مساجد آزاد کرده شوند. افشین مقیم در ادامه صحبت در پاسخ به این سوال که آیا چنین قرار به مفتی تاجیکستان و رئیس کمیته کارهای دین که نیز تحصیل کرده دانشگاه‌های اسلامی پاکستان و عربستان سعودی میباشند دخل دارد یا خیر گفت بیشتر مسئله سر اون نفرات صورت میگیرد که تعلیم دینی غیر رسمی در خارج کشور گرفتند، یعنی به راحت جانب مقام وکالت. قرار اخیر مقامات دین یک قدم دیگر در امر تحت نظارت درآوردن فعالیت‌های دینی در تاجیکستان است. مقامات کشور سال 2010 با تصمیم بازگردانی دانشجویان تاجیک از مکتب‌های دینی کشورهای خارجی وجود شبهه و خطر از تحصیل کرده‌های مکتب‌های مذهبی بیرونه را به نمایش گذاشتند. در دوام چند سال بعدی بیش از 3000 جوان تاجیک از پاکستان و ایران و مصر و عراق، سعودیه و دیگر کشورها برگردانیده شدند. حالا به اعتقاد مقامات تاجیک حدود 500 نفر همچنان تحصیل خود را در مدرسه‌های کشورهای اسلامی ادامه می‌دهند. در پی این مقامات امام خطیبان مساجد را از امتحان گذرانیده، دانش و جهانبینی آنها را از نظر موافقت به طلبات برنامه تعلیمی رسمی حکومت تاجیکستان بهاگذاری کرد. صدها نفری به قول مقامات ناشایسته از وظیفه خطیبی و امامتی برکنار شدند. مقامات در تاجیکستان آشکارا از تأثیر عقیده‌های با گفته آنها بیگانه مذهبی هشدار می‌دهند و می‌گویند گرایش جامعه به این عقیده‌ها می‌تواند در جامعه اختلاف بی‌ثباتی ایجاد کند. ولی اکثر تدبیرهای مقامات در امر تنظیم فعالیت‌های مذهبی و سنجش سویه دانش روحانیان مورد انتقاد گروه‌های حقوق بشر و هم برخی روحانیان با نفوذ در داخل کشور شده است. ملا ظهور عظیم که طول 9 سال امام خطیب یکی از مسجدهای ناحیه رودکی بود میگوید در میان ختم کرده‌های مکتب‌های دینی خارجی افراد زیادی صاحب معلومات را دیده است. عظیم در یک صحبت با رادیو آزادی روز 2 نوامبر گفت هرچند تصمیم کمیته کارهای دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی تاجیکستان را قبول دارد، اما می‌داند که در میان ختم کرده‌های مدرسه‌های خارجی افرادی با سواد زیاد هستند. شاید سیاسی باشد، بعضا بچه‌ای که در خارج تحصیل کردن به خاطر تلافی شدن، بعضا وهابی شدن، شاید همین فکری که اینها را برکنار می‌کنند که در اختلاف در بین جامعه اندازه. اون راستگی اونها خیلی باسواد هستند. این در حالی است که دادگاه‌های تاجیکستان در 2 سال اخیر چندین امام خطیب را که در خارج تحصیل کردند به اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع به زندان محکوم کردند. در تابستان سال جاری دادگاه ناحیه باباجان غفورov 7 امام خطیب و خادمان مسجدهای سغد را با جرم عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین به زندان محکوم کرد. مقامات گفتند که این روحانیان در خارج تحصیل دینی گرفته به تاجیکستان برگشتند. بازداشت‌های امام خطیبان مساجد سغد از جانب مقامات بهار سال روان شروع شده، در حال حاضر علیه بیش از 15 نفر آنها پرونده جنایی باز شده است. اما برخی منابع شماره خادمان دین را که برای بازپرسی‌ها و یا صحبت‌ها با نهادهای حفظ حقوق
دعوت میشوند به مراتب زیاد میگویند. در اکثر حالتها محکوم شده ها گفتند که خود را بیگناه میسابند و هیچ خلافکاری در این زمینه نکردند.